چالش تشخیص طعم چیپس. سلام بچه‌ها، خوش اومدید. بچه‌ها من استویل رفتیم این چیپس‌ها رو خریدیم ولی خودمون نمیدونیم طعمش چیه. می‌خوایم حدس بزنیم. اون چرت نگو دیگه، یه دونه فلفلی بود. ولی ما نمیدونیم طعمش چیه. می‌خوایم حدس بزنیم اینا رو. هر کی هم نتونه حدس بزنه این فلفل مرگو می‌خوره. واقعا فلفل مرگ خیلی تنده بچه‌ها، خیلی تنده. ولی قبل از اینکه بریم اینا رو تست کنیم دوباره لگن شکست بچه‌ها. خب اول تست می‌کنم. چیه؟ با طعم زیره است. نه رو است. حدس بزن. سویل از قفسه کچابا برداشتیم. ببین میتونی؟ فهمیدم. خیارچوبه. خواستی سلسله بعدا بخور. کچابه دیگه، کچاب فلفلی احمق. سویل آتیش گرفت. وای فلفل مرگ. حالا نوبت من. وای خدایا بچه‌ها لعنت کنه. خیلی تشخیص اینا سخته. امیدوارم بتونم سویلو. چه مزه‌ایه. وای خیلی سخته حتما دیگه. لیمویه. انقدر تشخیصش سخته که کلا طعم رو قاطی کرده. چی بود؟ وای من باختم. من خودم هم نمیدونم چیه. پنیریه. نه پنیری بود. بچه نوبت آخریه. چقدر تنده. آفرین چیه؟ پیاز جعفریه؟ احمق پیاز جعفری تنده؟ بابا خب بعضی از پیازا ممکنه تند باشه. خواهی سرت کنن. سویلا فلفلی تنده دیگه. سویلا مرد. وای تشخیص اینو خیلی سخت بود. ما اصلا نمیتونیم اینو رو تشخیص بدیم که. خیلی تند بود ولی پیاز جعفری بود. بچه مرسی که ویدیو جدیدمون رو نگاه کردید. تا ویدیو دیگه خداحافظ.